قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. فهمتید؟ یعنی برای همین مسئله علم گرفتن چی میشه؟ یعنی علم این چیزی که یعنی فقط اسلام یعنی ظاهری متابعتش به سنت کفایگی نمیکند. فهمتید؟ ظاهری چیش کفایگی نمیکند. یعنی نمیگیم که خل یک برادرای ماشاءالله یعنی شکلش از اهل سنت برین میگود قرآن سنت یعنی قول شیخ ابن باز و قول شیخ ابن تیمیه نمیگود نه این کفایگی نمیکند. این کفایگی هم به چی میگن؟ یعنی تعریف عدل به وقتی که تعریف کنده میگن که چی میگن؟ یعنی چیه؟ حتی ابن اثیر رحمه الله میگود که یعنی همین خیلی شرط ها گذاشتن که شبیه مثلا دونستان باطنی به آدمه، باطنی به غیرت الله تعالی نمیند، لیکن از کثرت مصابره و مصابره یعنی روایتاش به صبر کرده دراسه کردن و مصابره یعنی چی؟ پیروی شده اینه دیده هم به بها دادن که آدم مستحق تدریس یا مستحق تدریس نه. فهمدید؟ همین چیزا برای همین آدمی که مجهول باشد از وای چی علم گرفته نمیشد. امام مالک رحمت الله علیه میگوید که یعنی جیانش رو میکند اسماعیل ابن ابی خالد میگوید که مالک مدینه به 70 آدم بود، هر یکیش مثلا کان یحدث عن النبی صلی الله علیه و سلم من طریق رجل واحد. کی میشد وای؟ تابعی میشد از تابعین ها از رسول صلی الله علیه و سلم به واسطه یک آدم روایت میکرد. 70 نفر بود. اگر کلیت بیت المال تی وای چی میگفت؟ یعنی مأمون حساب میکرد، یعنی لا امینت علیه امین آدم بود. یعنی لیکن از یگان تاش میگفت چی علم نگرفتم من، از یگان تا منو علم نگرفتم. برای چی؟ برای که علم این چی است؟ یعنی شرط های زاید دارد. فهمدید؟ و آدم صالح بودنش از اهل سنت بودنش کفایگی نمیکند. فهمدید؟ کفایه نمیکند. فهمدید؟ خود اعوذ بالله میراد مثلا نه کلی بیت المال کلیتش نه یک ریال دادن به باوری تو نمیادم به میراد مثلا از جان طلب علم میکند، لیکن وقتی که یک ریال میبیاد یک ریال تیم بگوید میگه که باوریم نه مثلا با ندوزد یک ریال من تو یک ریال بعد باوری ندونه باشه چه خیلی دین تو وای باور میکنی هم خیلی نه بگو برای چی شما وای با همه یعنی تشدد میکرد گاب میده تو کنی برادر رفت همین آدم مثلا چی یعنی 1 میلیون مثلا ریال تی همراه همین آدم مضاربه کن. فهمیدید نه فهمیدید منه؟ فهمیدید نه فهمیدید؟ یعنی میگوید که وای آدم خلاص شکلش بین از اهل سنت آدم خوب مثلا وای با باوری هست، یعنی چخیر من وای ابن نگیرم. طيب همین آدم میبیاد مضاربه کردن میگوید که برادر تو وای آدم حیاتت به ندیدگی نشوندگی، لیکن دیده استاده از اهل سنت، یعنی 1 میلیون ریال اتو طلب میکند میتی نمیتی نه 1 میلیون سال تفتیش میکند وای آدم اول که این کی گفته، یعنی نزد هزارها آدم رفته میپرسد این کی گفته، یعنی برای چی منید؟ برای چی؟ ها؟ انا من چیز یعنی پولش به اهمیت میده. میگه پول هر کس به داده نمیشه. برای چی؟ برای که پول چیز قیمت، لیکن دین معناش نفهمید این آدم. دین برای این آدم چی؟ بی قیمت چیز نزد این آدم قیمت ندارد دین. فهمیدید؟ هم یعنی اهل سنت وقتی که استادهاش نه همین خیلی بحث و تفتیش میکردن که آدمو دیده میگفت که اینقدر میپرسد این دخترش دادنی یا که خواهرش دادنی این بعد هم خیلی یعنی یک مثلا یک مثلا خدا بیاد مثلا یعنی چی میکند؟ یعنی میپرسد یک بار برابر نمیتد که بسم الله توکل علی الله گفته برابر نمیتد دخترش خود سالها میگفت که صبر کن، میگفت من به وقتی تمام روی زمین هم دیگه آدمایی میپرسد که مثلا چی میدون در بای آدم گفتن. انا خیلی علم باید که چی، انا خیلی از وایم چی سخت‌تر مو علم مسئله‌شت بحث و تفتیش و تحقیق کنیم، یعنی برای از حرکت برای این قاعده باطل، یعنی وقتی میگه که فلان علم نگیر ندوای بنرا مباشرت میگه از اهل بدعت وای از اهل بدعت وای میگه نه میگه نه شرط نه از اهل بدعت گفتن برادر. تو وقتی که اومد از تو 1 میلیون پول پرسید نداده نگفتی که از اهل بدعت گفته، یعنی من به چیزی تهمت نمیکنم نمیشناسم برایم نمیتیم. انا خیلی علم وقتی که مشایخ و علما ها فلان علم نگیره میگن این معنیش اینه که از اهل بدعت برای چی؟ برای که گفتیم که برای علم گرفتن شرط های بسیار چیز است حجت هم خیلی، یعنی شرط های بسیار به ما چیه، یعنی محتاجیم، شرط های خیلی بسیار به محتاجیم و آدم باید که مثل خدا ما دونیم، یعنی على مثل هذه فشهد افتاب دیدید افتاب وقتی یک کس بیاد مثلا گوید که این چی گوید چی میگید، یعنی
برای چی؟ ها؟ یقین میدونید. الان میخواد آدمی هم میخواد دونید. آدمی هم چیکار دونید یعنی الان میخواد دونید تون ندونید وای به بهانتیه. الان به مثلا چخیلی که ما درباره جرح غلو نمیکنیم، یک کس نادونست مبتدی یا از اهل بدعت نمیگویم، خود میخواد نادونست و چی از اهل سنت یا که از اهل علم نمیگویم. فهمدید؟ فهمدید یا نفهمدید؟ یک کس مثلا مباشرتا وای از اهل سنت وای سلفی، یا اخی تو خودت نمیدونی؟ خودت نمیدونی از اهل سنتی علی اهل سنت دیگر رو به تزکیه میتی؟ ها؟ تزکیه این آدم چی میشد؟ یعنی شیخنا شیخ عبدالله میگوید که حفظه الله این خیلی مثلا ساقط شدن به سبب هم چیزاشون. یعنی غلو اینم یک نمود غلو چی به؟ غلو تعدیل به، غلو جرح به یا غلو چی به؟ تعدیل به. غلو جرح به یعنی دونستن و دونست همه چی اهل بدعت به میبرورد مثل عدادی ها. غلو چی به چی؟ تعدیل به مثل ممیع ها. نمیدوند مثلا چی میکنه همه یک جا میبرورد مثل مرجیه. یعنی خوبه ثا یعنی اعوذ بالله دیگه معنا کتی. برای همین انسان تعدیل بیام جرح بیام باید که چی کند؟ یعنی ترایوس یعنی چی کند؟ یعنی بسیار احتیاط کند. نگو نمیدونم گو الله اعلم گو. یعنی بعضیش که حقیقتا همین نمیدوند آدمو به تزکیه دادن میگه. برای همین خودش چی شد؟ خودش مجروح شد، خودش مشکوک شد. و آدم خودش به اهل علم مسلمان و اهل سنت چی شک میکرده که خودش کیین؟ همه اهل سنت. فهمدید؟ برای همین این مسئله به یعنی چی میکنیم؟ بسیار چی این احتیاط میکنیم، بسیار احتیاط میکنیم. هم به امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که یعنی قول امام شافعی رام هرمزی رحمه الله کتاب المحدث الفاصل به روایت میکند از کی روایت میکند؟ امام شافعی قول ابراهیم ابن یزید النخعی و محمد ابن سیرین قولش روایت میکند که میگوید که آدمی که يعني إذا كان لا يعرف بالطلب كانوا يقولون لا يؤخذ العلم عمن لا يعرف بالطلب. يعني آدمی که به طلب علم مشهور نشدگی از وی علم گرفتن نمیشه. یعنی مشهور نزد دهقانا بنه، مشهور نزد سرتراش ها بنه، مشهور نزد قصاب ها بنه، مشهور نزد کی به؟ علم ها به اخی. ها؟ مشهور یعنی اگر قصاب باشه میگم درباره قصاب ها گپ زنید، درباره سرتراش ها گپ زنید. هم خیلی یعنی مشهور که گفتیم مشهور درباره که میشه نزدیک به اهل علم اهل سنت المحض علماها. یا اخی تو دهنت چی بند تدخل نکنی مسئله ها. فهمیدید؟ این علماهای باینش اگر مشهور شده باشد با طلب علم، با طلب ترحال، رحله های سیر و گشت و سفرش نزد علماها به شناخته شده باشد، آن از این علم گرفته میشد. اما آدمی که مجهول باشد، مجهول که به نزد علماها به نزد اما ربما وای نزد قصاب ها به مشهور بگیم که اهلا و سهلا چقدر خواهی روید گوشت خریده وای آدم، چقدر میخوای رفت گوشت خریده. برای که یک حدیث گرفتن تو باید که وای فهم که نزد علماها با وای مشهور شده باشد یا نه. فهمیدید یا نه؟ فهمیدید؟ الان میخوام مثلا چه دعوت یعنی علم انه خود آدمو گرفته میشود. و هم به امام عبدالله بن عون رحمت الله علیه میگفت که کانوا یضربوننا اذا ذهبنا الى مجاهل. یعنی اگر نزد مجهول ها به میخواد آدمایی که علما ها نمیشناسن نزد اینا برویم موی میزدن، پدر مادر استادا ما موی میزدن. حاضر چی میگه؟ یعنی نرو گید شما چی میبرات یا الحمدلله گو که ما تو نمیزنیم. قدیمانده میزدن توی بحثا، میزدن والله میزدن که یعنی تو چخیل نزد مجهول برفته علم میگرفته. یعنی دیگه یعنی چخیل شد. یعنی امروز جاهلا چی چیزایی میبرد. یعنی اصول هایی که اهل سنت علماهای تابعین و اتباع تابعین گذاشتن یعنی هدم ویران کرده استاد است. یعنی اینا هم به شیخ ربی میگوید که یعنی درباره قطبی ها ممایی ها حدادی ها میگوید که ما من اساس من اساس اهل البدع الا نشروها و ما من اصل من اهل سنت الا هدموها. تمام اساس های اهل بدعت واره بین اهل سنت نشر کردن. اصل هایی که اهل سنت داشتن وای چیکار کردن؟ نابود کردن. یعنی ما باید که اصل های اهل سنت علماهای خود ما برگردیم این مسئله ها به چین که یعنی اصل انسان خوب مسلمان چی خیلی رافضه هم علم گرفته.
برای همین مسئله خطیر. امام شافعی رحمه الله بعضی قولای ذکر کردن، قول ابن سیرین و نخعی و قول ابن عون روایت کردن، میگوید که فلم اجد لهم من مخالفین. قول وای خوب مخالف اینا معناش چی میگن؟ اصول به اجماع میگوین. یعنی همین شافعی سال چند وفات کرد؟ چند؟ وفات 204. یعنی 204 سال امت اسلام من چه بود مسئله کتی بود. 204 سال امروز میبیاد فلان عالم شیخش نبود که فلان، یا اخی تو 204 سال عهد صحابه تابعین و تبع تابعین و اتباع تبع تابعین میگیری، یا که امروز اومده مثلا امروز دینت تو میگیری. یعنی هر دینی که وقتی صحابه تابعین در دین نبود و دین نه، یعنی ها امروز اومده من بگم کس دلیل نبیارم من به امروز چیزه متعصب تو این چی خیلی میبیاری. من تو هزار یعنی اجماع اهل سنت 204 سال یعنی خیر القرون اجماعش من تو برام. تو انصاف داری، شرم داری، تو که معروف که علم نداری، تو منهج نداری، عقیده من چیزا میدونم، لیکن اقلش انصاف انسانیت داری نداری. ما به تو یعنی چی از روی انسانیت گام میدونیم. تو نه علم میدونی نه منهج، تو عقیده این چیز معروف که اجهل الناس اجهل من حمار علی. از خر مثلا وای علم تر، یعنی اینو خری چی جاهلی مرکب خر وای علم تر. وای گفت که وای حکیم تومه به خرش میگفت که یعنی شعر نوشته، شاعرها گفتن که خری حکیم تومه میگفت که یعنی خرش، ها شاعرها شعر نوشته گفتن که خری حکیم تومه شعر نوشته شکایت کرد، گفت که آدم ها حق من به ظلم میکنند، ها برای اون که میگفت من از صاحبم بهترم، میگفت برای چی اصل میگفت من باید که بالای صاحبم بشینم نه صاحبم بالای من بشیند، برای که هر دو ما جاهلیم، میگفت هر دو ما جاهلیم، میگفت خر. لیکن مشکل همیننده که من جاهلیم میدونم و صاحب من نمیدونه جاهلیشه. فهمید؟ یعنی خر علمش کمتر زایدتر از صاحبش. امروزه وای حال میخیل چیه؟ یعنی باید که خر گریم و بالاش بشینونه وای وای. همین خر برداشته گرد خلاص کفایه، تو دیگه چیز حاجت نه. همین خیلی نه. چه یعنی تو وای به اجماع صحابه تابعین تبع تابعین وارد مثل میبیاد ها دیروز عالم میبرم میگه که فلان عالم چی؟ یا اخی تو شرم داری، یک عقل داری، تو عقل شی. یعنی عقلش هم خر شو یعنی خرم، یعنی خر مثلا چی؟ یعنی شکایت میکنن بابا میده که من با این برابر نکن، میگه یعنی ها اگر خر زبون میدوش میده میگه که من با این برابر نکن، من این بهترم، من میدونم جاهل، لیکن مشکل جاهلیش نمین ندین آدم. هم به مسئله علم تلقی علم مسئله خطیر، مسئله چی خطیر، هم به انسان چی میکنه یعنی